سلام دوستان، با کانال نکتاب خوش آمدید. در این دنیا همه چیز پایدار نیست و با گذر زمان تغییر میکند. با همین خاطر وقتی تاثیر زمان روی جسم ها یا مکان های گوناگون رو میبینیم واقعا صحنه زیباست و آدم تحت تاثیر قرار میگیرد. در این ویدیو تاثیر زمان با مکان یا جسم های گوناگون رو یک جای میبینیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن رو فراموش نکنید. тамошобиёни гиромӣ, агар шумо варзиши сарфаҳм равед, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебаред, балки дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. Барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда даромада регистратсия кунед. Дар вақти регистратсия пурра гузаред ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медоред истифода мебаред. маълумоти бештар дар комментария закрепид карда шудагед. تأثیر آفتاب با پوستی آدم. چنانه که میبینید طرف چپی روی این مرد با طرف راستش فرق دارد و پیرتر به نظر میرسد. این مرد راننده یک کماز از امریکا است که بیش از 28 سال رو در پشت چنبرک ماشین نشسته است و به بیماری گرفتار شده است که نامش آنیلیترال درماتوهلیوسوس است. این بیماری در اثر تاثیر نورهای اولترابنفش روی میدهد. کسانی که ماشین میرانند میدانند که طرف چپ بدن دائما زیر نور آفتاب قرار دارد. حالا فکر کنید که این راننده هم 28 سال رانندگی کرده است و نور اولترابنفش آفتاب به یک طرف رویش میتابیده است. و همین خاطر طرف چپ رویش گویا که پیرتر شده است و آژرنگ‌های بیشتری دارد و میفهمیم که نور آفتاب چه ضررهایی برای انسان دارد. اندازه بعضی از قسم‌های بدن انسان با گذشت زمان تغییر می‌کند و یکی از این عضوها دست انسان است. کلان شدن دست سبب‌های زیاد دارد. مثلا وقتی آدم فربه می‌شود و یا بقوم‌هایش ورم می‌کند. اما این موضوع برای کسانی که مجرد هستند مشکلی مهم به حساب نمی‌رود، چون که آدمان عائله‌دار باید انگشتر نکاحی به انگشت کنند و کلان شدن دست برای آنها مشکلی جدی به حساب می‌رود. به دست این پیرمرد نگاه کنید که طول 55 سال انگشتر را از دستش برآوردن نمی‌توانسته است. بالاخره او به خلاصه میآید که توسط یک انبار انگشتر را بریده از دستش میگیرد و میبینید که پای انگشترین روی انگشتش باقی مانده است. از سبب پس شدن کلاژن پوست در دوران پیرانسالی شاید این پیرمرد تا آخر عمر این علامت عاشقانه را روی دستش گرداند. با فکر شما یک اوستای سرتراش باید چه خصوصیت‌ها داشته باشد؟ شاید بگویید که آدمان هر خیل هستند، اما اگر به زمین نگاه کنید همه‌اش را میفهمید. اگر چنین صحنه را در زیر کرسی دیدید بدانید که بهترین اوستای سرتراش است، چون که آنقدر دور مشتری‌ها گشته و سر پس کرده است که رنگ زمین زیر پایش دیگر شده است. این صحنه را در بسیاری آرایشگاه‌ها دیدن ممکن است و کسانی که چند سال تعمیر نکرده‌اند چنین وضعیت دارند. اگر خواهید تجربه آرایشگر را فهمید به زمین زیر پایش اهمیت دهید. هر کس باری اول این قشر را می‌بیند فکر می‌کند که آن را در درون ماشین لباسشویی پرتافتند که چنین فرسوده و گرد شده است. اما این خشت مدت سالیانی دراز در درون دریا با موج‌های دریا حرکت کرده است و ضربه موج‌ها و پرتوهای درون آب این خشت سیمانی را کوچکتر و گرد کرده است. ما از این می‌فهمیم که قدرت آب خیلی زیاد است. یک مثال دیگر از 100 سال پیش است. ساکنان شهر فورت برگ در کالیفرنیا یک کار عجیب می‌کردند. در ساحل دریا پرتوهایشان را می‌پرتافتند. حالا از آن دوره‌ها 100 سال می‌گذرد و موج آب آن پرتوها را به ساحل دریا برآورده است و شیشه‌هایی که آن زمان به دریا می‌پرتافتند این شکل را گرفتند. این خیلی جالب و دیدنی است که یک ساحل زیبا و شیشه‌ای از پرتوها حاصل شده است. رانندگی هرچند در نظر اول کاری آسان به نظر می رسد، اما کاری مشکل است. ساعت‌های دراز در پس چنبرک ماشین و در پروبکه‌ها نشستن آدم را خسته می کند. راننده در این حالت‌ها کوشش می کند که در راحت ترین حالت بنشیند و جایش را مناسب کند. اینجا رسمی یک راننده تاکسی را می بینیم که دائما دستش را در این حالت می گذاشته است و در جای دستش یک فرو رفتگی ایجاد کرده است. اگر گربه ها را دوست می‌دارید پس این قسمت را خوب تماشا کنید. این میز را ببینید که یک پایه‌اش به این شکل شده است، اما از اول این خیل نبود. گربه این خانه عادت داشته است که به پایه این میز چسبیده آن را می‌خراشیده است. چنانه که معلوم است برای این شکل شدنش وقت زیاد لازم است و این حاصل کار 1 یا 2 هفته اینا نیست. صاحب گربه گفته است که حدود 10 سال است که این کار را می‌کند و از این کارش خسته نمی‌شود.
شاید تمام گیمرها بگویند که آدم از بازی ماینکرافت هیچگاه خسته نمی شود. این پرفروشترین بازی ویدیویی است و یکی از محبوبترین بازی‌های دنیاست. اما در تصویر معلوم است که صاحب این آیفون بازی ماینکرافت را خیلی دوست می‌داشته است. به اکران آیفون نگاه کنید که جای فشار انگشتان صاحبش در اکران مانده است و این حاصل بازی دور و دراز و فشار زیاد به اکران است. آشپزهای ماهر می‌دانند که مهمترین چیز در کارشان کارد تیز است و اگر کارد تیز نباشد کارشان پیش نمی‌رود و برای آنکه خوب کار کند کاردهایشان را دائما تیز می‌کنند. با این کارد نگاه کنید که یک آشپز طول چندین سال آن را تیز کرده است. اگر فکر کنید که چرا شکلش عجیب است، به آن خاطر است که مثل قلمی که تیز می‌شود این کارد نیز تیز شده باریک شده است. در اول این کارد به این شکل بوده است و گذشت زمان و تیز کردن‌های زیاد آن را به شکل باور نکردنی باریک کرده است. مثلا آشپزی ژاپنی ماری ماتون که در برنامه تلویزیونی هم اشتراک میکند طول 3 سال این کار را به این اندازه خرد کرده است که آدم را حیران میکند. یک مجسمه سازی آمریکایی با نام جوزف پنون نشان داده است که بعضا برای خلق کردن یک شاهکاری هنری چند سال باید صبر کرد. نام این اثر که در سال 1968 خلق شده است یک جمله ایتالیایی است که ترجمه آن چنین می شود: این درخت رشد می کند بجز در این قسمتش. گپ در آن که این مجسمه ساز یک دست آهنی از نسخه دستی خودش ساخته به تنه یک درخت جوان آن را می چسباند. بعد چند ده ساله وقتی درخت کلان می شود مجسمه طوری به نظر می رسد که گویا تنه درخت را در مشتش گرفته است. هرچند که برای به این مرحله رسیدن این درخت 50 سال وقت گذشته است، اما این در حقیقت یک شاهکار است. به این رسم ها هم نگاه کنید. بیچاره صاحب این دوچرخه گویا که درختان آهنخور شدند و این اشیای آهنی را قرد کردند. اساسا این درختان گناهی ندارند، آنها میخواستند که رشد کنند، اما این وسیله ها از سر راهشان برآمدند و چنین نتیجه حاصل شده است. در واقع در اینترنت تصویرهای زیاد است که نشان میدهد که درختها در بین هر گونه اشیا قد کشیدند. این درخت هم به فکرم از دیگرانش بی‌تقدیرتر بوده است که به این شکل درآمده است. با برکت کارت‌های بانکی و یا پول‌های کاغذی مدتی است که از تنگه استفاده نمی‌برند، اما اگر شخص پیدا شود و مدت 60 سال تنگه آهنی را از جیبش نبرارد چنین نتیجه حاصل می‌شود. این تنگه از بابای یک کارگر سایت ردیت است و از سال 1952 این تنگه را از جیبش نبرآورده است. شاید این تنگه خاطره‌های شیرینی را به یادش می‌آورده است و بعد برآمدن از ارتش دیگر آن را نبرآورده است. عین حال هم تمام جزئیات تنگه گم شده است و پشت و رویش مشخص نیست و باز یک بار دیگر اثبات می‌کند که گذر زمان قدرتمند است. سالهای 1970 میلادی چسباندن روزنامه و آگهی‌ها در در و دیوار معمول شده بود و به هر جا که نگاه می‌کردی در آنجا کاغذ چسبانده بودند. یکی از جای‌هایی که زیادتر زیر بار این کاغذها بود ستون‌های سیم برق بودند. یک نفر آدم بیکار یک دریل گرفته این کاغذها را سوراخ کرده است تا نشان دهد که آنها چقدر زیاد بر روی همدیگر جمع شده‌اند. این ستون سیم برق در شهر برلین قرار دارد و چنانه که معلوم است خیلی زیاد کاغذ روی آن چسبانده‌اند. من نتوانستم چند قبط درون کاغذها را حساب کنم، اما اگر شما حساب کرده توانستید حتما در کامنتاری نویسید. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.